سلام، من نگین قلی‌زاده هستم. قرار امروز یک موضوع داغ رو با هم بررسی کنیم، اون هم تماس سرد است. تماس سرد همون تماسی هستش که با یک مدیر صنعتی شما تماس میگیرین و اصطلاحاً میخواین خودتون رو پرزنت کنین. سخته، بله، نشدنی اصلا. امروز در خدمت مهمان ویژمون هستیم، آقای دکتر ساسان سیفی، عضو هیئت مدیره مجموعه برقتون. دکتر خیلی خوش آمدید. ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم هم به شما هم به همه عزیزانی که این ویدیو رو می‌بینن. همونطور که گفتین موضوعمون داغه ولی نوع تماسمون سرده، چون قاعدتاً وقتی داریم اولین تماس بازاریابی رو میگیریم نه اطلاعاتی نسبت به کسی که از اون طرف داره تلفن رو برمی‌داره داریم، نه طبیعتاً اونها هم اطلاعاتی دارن که ما چه کسی هستیم و چه سرویسی رو ارائه میدیم. بر همین اصلا این اسم روش گذاشتم. دکتر، اولین سوال مستقیم، به نظرتون یه فروشنده تلفنی قبل از اینکه گوشی رو برداره باید چه اطلاعاتی داشته باشه؟ چی بدونه؟ ما یه قانون طلایی داریم که میگیم تماسمون سرده ولی نباید خشک باشه. یعنی ما بایستی قبل از اینکه یه تماس سرد رو برقرار کنیم اصطلاحاً اون لید بازاریابی رو گرم کنیم با کشف داده، با کسب اطلاعات. با چه کسی داریم تماس میگیریم، با چه صنعتی داریم تماس میگیریم، اگر میتونیم اطلاعاتی ازشون به دست بیاریم، فرضاً کار ما که خرده فروشی برقه، ببینیم آیا میتونیم قبضشو به دست بیاریم، قبضشو تحلیل کنیم، آیا خرید داره نداره. هر چقدر این دایره اطلاعات ما توی تماس اولیه بیشتر باشه میتونیم تاثیرگذاری خودمون رو افزایش بدیم. پس یعنی باید یه حس شخصی سازی بده، نه یه تماس انبوه سازی شده. درسته؟ بله. یه مثال میفهمید دکتر راجع به این موضوع؟ بله دقیقاً. فرض کنید من میخوام الان یه تماس سرد برقرار کنم با یه کارخونه‌ای که میدونم محصول تولیدیش آرده. وقتی ارتباطم برقرار میشه سعی می‌کنم دیالوگمو اینجوری شروع کنم که سلام، من سیفی هستم از مجموعه برق تو. ما داریم توی صنعت شما با فلان کارخونه همکاری میکنیم یا با چند کارخونه دیگه همکاری میکنیم و تونستیم تأثیر بذاریم روی کاهش هزینه‌های برقشون، یا مثالشو بهتر کنم و تونستیم هزینه‌های برقشون رو تا X% کاهش بدیم. آیا مایلین راجع به این موضوع با شما هم بیشتر صحبت کنیم؟ اینجوری هم مشخصه هایی رو بهش منتقل کردیم، هم میتونیم پیشنهاد شخصی سازی شده‌ای رو براش جذاب کنیم که اینگیجش کنیم برای ادامه مذاکره. بی‌نظیر بود. بریم سراغ یکی از سخت‌ترین لحظات دکتر. اون چند ثانیه اولی که تماس برقرار میشه چی کار کنیم که هم گوش طرف رو بگیریم هم تماس قطع نشه؟ قاعدش اینه که من براش دلیلی بیارم از تماسم، یعنی بعد از اینکه خودم رو معرفی کردم دلیل تماسم و مزیت خودم رو براش شفاف کنم، بهش توضیح بدم. فرضاً وقتی تماس گرفتم و گفتم که سیفی هستم از مجموعه برق تو، بهش توضیح بدم که ما اومدیم تا هزینه‌های برق مصرفی شما رو کاهش بدیم و حالا مزیتمو براش شفاف‌تر کنم، بگم به این وسیله شما میتونید مثلا اینقدر درصد، 60%، 50% توی جمع هزینه‌های پرداختیتون صرفه‌جویی کنید. اینجوری میتونم کنجکاوش کنم که بیشتر با من مذاکرهش رو ادامه بده. حالا فرض کنیم گفت بفرمایید چی بپرسه فروشنده، چطور نیاز سنجی کنه؟ بایستی سعی کنه خودش رو از توی لباس فروشنده به لباس مشاور تغییر پوزیشن بده، با اینکه بیشتر گوش بده و بتونه سوالهایی رو بپرسه که طرف مقابلش رو تشویق کنه بیشتر توضیح بده، تا از تو دل همون صحبت‌ها نیاز رو شناسایی کنه و برای اون نیاز سعی کنه یک راهکار طراحی کنه. اینجوری از تبلیغ خودش رو انتقال میده به یه مسئله و حل اون مسئله. خیلی باورپذیرتره برای طرف. مرحله بعدی ارائه راه حل دکتر. چجوری بدون فشار پیشنهادش رو عنوان کنه؟ اصلا نباید روی پیشنهادش پافشاری کنه و بخواد از همون اول قدم بزرگی رو برداره. باید سعی کنه با قدم‌های کوچیک به این سمت بره. مثالش اینه که از همون اول نگه بیاین با ما قرارداد ببندیم. بر فرض اگه میخواد برقو بهش بفروشه، بیاد بگه که من اگه بتونم قبضتون رو داشته باشم میتونم یه تحلیل براتون ارائه بدم که این همکاری توی همین ماه گذشته چقدر میتونسته به نفعتون باشه. اینجوری با یه قدم کوچیک اون رو ترغیب میکنه که به سمت خودش بیاد. عالی. حالا اون قسمتی که مشتری میگه نه، اون وقت باید چی کار کنیم؟ ول کنیم؟ ادامه بدیم؟ پیگیری کنیم؟ چی کار باید کنیم؟ نه یعنی الان نه یعنی نه به این اطلاعات ناقصی که دادی، یا نه به یه فروشنده بی‌حوصله‌ای که هنوز
وقت نکرده برای من اطلاعات کافی رو مطرح کنه یا منو ترغیب کنه. پس دوباره باید سوال بپرسی. بگی من اگه این اطلاعات رو داشته باشم، من اگه این تحلیل رو آماده کنم، دوباره کی میتونیم با هم صحبت کنیم؟ اینجوری میتونی نه رو تبدیل به یه جواب آره کنی و یه زمان دوباره بخری برای مذاکره. و در آخر دکتر الان میخوایم دیگه تماس رو ببندیم، چی بگیم که چجوری پیگیری کنیم یا طرف مشتاق بشه از ما پیگیری کنه؟ دقیقاً شاید مهمترین قسمت همین بستن تماسه. اصطلاحاً ما باید یه CTA، یه کال تو اکشن داشته باشیم، یه برنامه داشته باشیم. تماسی که بدون برنامه تموم شه یه کار نیمه کار است، فایده‌ای نداره. باید بهش جهت بدیم. پس من این تحلیل رو انجام میدم و تا 2 ساعت آینده باهاتون تماس میگیرم. یا فکر میکنیم برای فردا میتونیم مثلا یه جلسه آنلاین 15 دقیقه‌ای داشته باشیم که بتونیم این تحلیل رو با هم بررسی کنیم. این جهت دادنه هم دست شما رو برای پیگیری بعدی توی زمان مشخص باز میذاره و هم یک موضوع رو برای اون پیگیری مشخص میکنه. چون اصولا افرادی که سرشون شلوغه دوست ندارن به تماس‌های بیهوده پاسخ بدن. تو بیهوده بودن رو از تماست حذف میکنی، یه دلیل و یه زمان بهش میدی. اینجوری راحت‌تر هم میتونی پیگیری کنی. دکتر سیفی عزیز بی نهایت ممنونیم، خیلی کاربردی، خیلی واقعی بود. و در آخر اگر بخوایم به فروشنده های تلفنی تازه کار یک جمله پیشنهادی بفرمایید چی میگید؟ دوست دارم اون جمله طلایی رو بگم که شاید برعکسش رو اکثر فروشنده های تازه کار انجام میدن. یه فروشنده خوب کسیه که بیشتر گوش میکنه، نه کسی که بیشتر حرف میزنه. پس تو باید گوش کنی، سوالای هوشمندانه بپرسی تا نیاز رو کشف کنی و بعد یه راه حل واقعاً کاربردی برای اون نیاز طراحی کنی. نسخه پیچی یکسان همیشه پاسخگو نیست. عجب جمله طلایی بود دکتر. ممنونیم ازتون و مرسی از شما که بیننده ما بود. منم هم ممنونم از شما، هم از همه دوستانی که همراه ما بودن. امیدوارم که بتونه توی تماس‌های سردشون بهشون کمک کنه. مرسی از شما که همراه ما بودین. اگر این اپیزود رو دوست داشتین برای همکارانتون بفرستین و اگر سوالی دارین میتونید کامنت کنید که خود دکتر سیفی پاسخگوی شما باشن. خدا نگهدار.